اتم، ساختار تعجب آور و جوهر تمام کائنات که قدرت خالق حکیم و عالم را در ساختار خود به نمایش می‌گذارد. قرآن برای اولین بار ساختار واقعی و در خور اتم را به تعریف گرفته که تحقیقات قرن بیستم مهر تایید بر ادعای قرآن زده و آن را ثابت ساخته. اصلا اتم چیست؟ آب، هوا، خاک، کوه‌ها، حیوانات، بدن انسان و هر چیز دیگری از کوچکترین تا بزرگترین چیزهایی که بر روی زمین و کیهان وجود دارد از اتم تشکیل یافتند. کلاً اتم ذرات تشکیل دهنده ماده است، یعنی هر چیزی که دیده می شود، لمس می شود و احساس می شود از اتم شکل یافته است. در زمانهای گذشته نظریه معروف ذره‌گرایی به طور عموم پذیرفته شده بود. این نظریه در اصل توسط یونانی ها پیشنهاد شده بود، توسط دموکریت و دانشمندان بعد از او تصور می‌کردند که اتم کوچکترین واحد ماده است. دموکریت ادعا می‌کرد که اتم‌ها را نمی‌توان تا به نهایت به ذرات کوچکتری تقسیم کرد و نیز ایجاد ماده جدید ناممکن است. او می‌گفت اتم‌ها همیشه در حال حرکتند و همچنان که حرکت می‌کنند با اتم‌های دیگر برخورد می‌کنند. گاه با همدیگر پیوند خورده و هم می‌چسبند و گاه پس از برخورد از یکدیگر جدا می‌شوند. چنین پنداری از اتم به مدت 20 قرن پذیرفته شده بود تا اینکه دالتون در سال 1807 با کمی تغییرات در معرفی اتم نظریه خود را جایگزین نظریات رایج قبلی کرد. دالتون یکی از پیشگامان نظریه اتمی بود. طبق نظریه دالتون تمام مواد از ذرات ریزی تشکیل یافتند که غیر قابل تقسیمند. او اولین ذرات را اتم نامید و شکل آنها را کروی تصور می‌کرد. اکتشافات و پیشرفت‌های قرن بیستم تصور رایج اتم دالتونی را رد کرده و شکل واقعی اتم را به معرفی گرفت، مبنی بر اینکه اتم ذراتی است که ماده را تشکیل می‌دهد و خود اتم نیز به ذرات کوچکتری به نام‌های پروتون و نیوترون تقسیم شده است. پروتون و نیوترون در مدار هسته اتم در حال چرخش هستند. هسته اتم 10,000 بار کوچکتر از خود اتم است و جالب این که 99.5% کثافت یا غلظت اتم در هسته آن است و متباقی ساختار اتم را فضای خالی و پروتون و نیوترون تشکیل می دهد. کثافت هسته اتم توسط نیروی به نام نیروی هسته‌ای تشکیل می یابد و این نیرو باعث می شود که پروتون و نیوترون خارج از مدار اتم به انحراف نروند. تحقیقات فیزیک هسته‌ای نشان می‌دهد که حتی پروتون و نیوترون ها هم از ذرات به نام کوارک تشکیل شده است. در واقع این حقایق علمی در اوایل قرن گذشته ثابت شدند. اما جالب و شگفت‌انگیز اینجاست که این حقایق علمی 14 قرن قبل در قرآن کریم با جزئیات و فروعات بیان شده است. الله سبحانه و تعالی در سوره سبع آیت 3 می‌فرماید: کافران میگویند قیامت هرگز برای ما برپا نمی شود. بگو چرا؟ و پروردگارم سوگند، آن کسی که دانای راز نهان در گستره جهان است. قیامت به سراغ شما می آید به اندازه سنگینی ذره در تمام آسمان ها و در زمین از او پنهان نمی گردد و نه کمتر از اندازه ذره و نه بزرگتر از آن چیزی نیست مگر اینکه در کتاب آشکار ثبت و ضبط و نگهداری می شود. عرب ها کوچکترین چیزی را که در طبیعت وجود دارد ذره می نامند. چیزی که کوچکتر از آن وجود نداشته باشد. یعنی ذره محدوده‌ای بوده است که کسی نمی تواند فراتر از آن برود. این آیت تصور عرب ها را دگرگون کرده و می گوید که نه، بلکه کوچکتر از اتم هم است. در این آیت به طور تمثیلی گفته شده است که هیچ عمل حتی به اندازه ذره یا اتم و کوچکتر از اتم و یا بزرگتر از آن هم از الله پوشیده نیست. در این آیت واضح می سازد که چیزی از اتم یا ذره کوچکتر است، یعنی پروتون، نیوترون، الکترون و کوارک ها. برای عرب خیلی دشوار بود که به این حقیقت پی ببرند که چگونه امکان دارد که ما کوچکترین چیز را ذره می نامیم ولی قرآن گفته که کوچکتر از ذره. ولی خدا از حقیقت خلقتش آگاهی دارد و آنچه که از طبیعت در کلامش مثال می آورد مخالف با علم مدرن نیست. حتی در حالی که قبل از قرآن کریم تصور رایج بر این بود که کوچکترین شی در طبیعت اتم است و کوچکتر از اتم چیزی وجود ندارد. در اول هم اشاره کردیم
دموکریت که برای اولین بار در مورد اتم نظر داد همچنین تصور میکرد که اتم کوچکترین شی در طبیعت است و تجزیه ناپذیر است، یعنی به حد کوچک است که دیگر جای ندارد که تجزیه شود. اما قرآن کریم 14 قرن قبل چیزی در خور ساختار واقعی اتم میگوید. این خود نشان دهنده ربانی و وحیانی بودن قرآن کریم است که مهر تایید نهایی را بر این که قرآن کریم از جانب خداوند علیم و حکیم است میزند. خداوندی که اتم را با ساختار تعجب آور خلق کرده و آن را اساس و بنیاد همه چیز قرار داده است. در اخیر باید از خود پرسید که آیا ممکن است که پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود این که خواندن و نوشتن بلد نبود از چنین حقیقت آگاهی داشته باشد؟ آیا او دستگاهی داشت که توسط آن ساختار واقعی اتم را دانسته بود و آن را درج قرآن کرده بود؟ بلکه قرآن کلام خداوند علیم و حکیم است که کوچکتر و بزرگتر از ذره از او پنهان نمیماند و همه چیز را او خلق کرده و از جزئیات آنها آگاه است و آن را درج کتابش کرده.